اینی که میبینی بهترین و طبیعی ترین عسل دنیاست. اگر این رو در یه ظرف بریزی برای هر کس، برای مهندس، دکتر، پروفسور، برای هر کس که بدی این عسل رو میخوره. ولی همین عسل رو در یه ظرف بریزی و این ظرف رو ببری از داخل دستشویی، اونجا هیچ کس بهش لب نمیزنه. عسل همین عسله، بهترین و طبیعی ترین. چه تغییر کرده؟ جای عسل. دقیقاً آدم ها هم همینطور. تو هر چقدر آدم سالمی باشی، هر چقدر آدم خوبی باشی، اگر در جمع ناسالمی قرار بگیری کم کم اونها روی تو تأثیر میذارن. ببین آدم هایی که دور و بر ما هستن تأثیر مستقیم در آینده تو دارن. غیر ممکنه که تو با آدم های ناسالمی بگردی، در جمعشون قرار بگیری، اما از اون ور یه زندگی سالمی داشته باشی. هم نشینی یعنی اینکه همرنگی. پس یادت باشه با دقت هم نشین ها و هم مسیرهات رو انتخاب کن.